طلب باران کرد. این واقع میدان تی هست. در اون میدانی که سرگردان بودن برآمدن نمیتونستن، 40 سال در اونجا سرگردان باقی ماندن. چرا 40 سال در اونجا باقی ماندن؟ به خاطری که این مردمه که هر قدر موسی علیه السلام ترغیب میداد که میریم جهاد میکنیم، این مردما ضمیرشان غلام تربیت شده بود. هر قدر که تشویق میکرد، باز امو خوف و هراس و رعب فرعون در قلب این مردم موجود بود. ترغیبات موسی علیه السلام سرشان تاثیر نمیکرد. الله تبارک و تعالی امی قوم در میدان تی همینطور گذاشت. حرکت میکردن که ما از دشت میبریم، باز نزدیک میشن که ولی از دشت میبریم. خو میکردن سبا پس میخستن که در مابین دشت است، باز دیگه حرکت شروع میکردن. 40 سال کلانایی که در زیر بیگار فرعون کار کرده بود کلش وفات کرد. جوانای در اینجا آلی تولد شد و جوان شد و پیدا شد در دشت و بیابان. نه ترسی پاچا سرش بود، نه ترسی پولیس، نه ترسی کسی دیگه. با مجردی که موسی و هارون علیهم السلام هم وفات کردن، یوشع علیه السلام در وقت پیغمبر بود، دعوت داد به سوی جهاد، کلگی آماده جهاد بود. ذهن که تربیتش و آزاد و همیشه در جهاد آماده است. امروز جنگا در کجا خیلی قوی است؟ کدام منطقه تسلیم به کسی نمیشه؟ جنگالی در سرحدات زیاد است. در سرحدات چرا زیاد است؟ و منطقه بیگارکشی حکومت نکرده، سیاست حکومت سرشان نامده، ضمیری از وا آزاد تربیت شده، از دو خاطر آلی به کسی تسلیم نیست، به کسی تسلیم نمیشه. مجاهدین خیلی نکته ها را میفهمه که کدام منطقه حمایه میکنه، کدام منطقه در این مورد شعور و احساس خیلی بالا داره. و کسی که در کابل همیشه زندگی کرده او در مقابل تانگ استادگی میکنه؟ نه. ماموری دولت هیچگاه در سنگر رفته نمیتونه. چرا؟ او همیشه امو یک سیاستی رئیس او را اینطور کرده که مش گشتانده شد، دیگه هیچ نمیشه در مقابل رئیس خود بخیزه. اما کسی که چوپانی کرده که برش بگوید در مقابل رئیس بخیز، دستی همون چوبی خدا میگیره، میگه که در کجایش بزنم، در کدام فرقش بزنم. راه مبارزه و مقابله را کسی میتونه که ضمیرش غلام نباشه، ضمیر فکرش غلام نباشه. تا وقتی که فکر آزاد نشوه جهاد شده نمیتونه. این را یاد داشته باشید. از همون خاطر است اولین ندای اسلام برای بشریت لا اله الا الله هست که بجز از الله به کسی دیگری تسلیم نشوید. مفکوره آزاد داشته باشی، عقیده آزاد داشته باشی، او وقت تو باز مقابله میتونی. در غیر از او همیشه غلامی مردم دیگه است. همیشه فقرا غلامی اغنیا را کرده، مردم دیگه سردمدارا را غلامی کرده. اما کسی که ذهن آزاد داره او مقابله میکنه. تو انسان، من انسان، چرا ما به تو سجده بکنم؟ چرا؟ باید کل ما نظام الله را بپذیریم، به الله تسلیم شویم. همین ندای اسلام است. اینجا در دشت تی ضرورت پیدا کردن به آب. چی درسای عظیم از قرآن برای ما میده؟ آلی از کجا طلب کنه؟ دشت و میدان است. در ظاهر هیچ اسباب آب وجود نداره، هیچ اسباب آب وجود نداره. امی بنی اسرائیل با وصف امی قدر بیادبی و گستاخیشان بازم میدانه که مشکل ما را حل کردنی الله تبارک و تعالی است. خوب با واسطه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم موسی علیه السلام وجود داره، آمدن از پیشش طلب آب کردن. در زمان پیغمبر علیه السلام هم استسقا به می سیستم بود، طلب دعا از پیغمبر بود. حدیث مشهور است، پیغمبر در سر منبر در جمعه خطبه ایراد میکرد که اعرابی داخل شد و شکایت کرد، گفت یا رسول الله حیوانات هلاک شد، انسانات در بدر شده، آب وجود نداره. پیغمبر در عین خطبه دستای مبارک بالا کرد، طلب آب کرد تا که مردم از مسجد نبرآمده بود تا میبرآمد وقت دنیا را یک دم آب گرفته بود. یک هفته باران شد. امو اعرابی در بعضی روایت همینطور آمده، پس داخل میشه باز به پیغمبر سوال میکنه که یا رسول الله مردم تنگ آمد از باران. پیغمبر باز دعا کرده و دعا میکرده که علی الاودیه والاکام، یا الله در دشتا و در تپه ها الله تو باران نببار. صحابی خودش در می حدیث میگه که ما از نماز فارغ نشده بودیم، دیدیم که ابرا قاش شده، هفته و از پیشش معلوم شد. استسقا از همون خاطر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی که قائل به نماز استسقا نیست، اما در حدیث نماز استسقا ثابت شده، ولی قول امام صاحب قابل اعتبار نیست. حدیث پیغمبر که ثابت شد، شاگردایش مخالفتی امام کرده. ببینه و جناب حنفی صاحب بیا برام، ولی برای من چه جواب میگی؟ استاد میگه امام ابو حنیفه رحمت الله نماز نیست، شاگردایش میگه نماز است. قولی کدامش میگیری؟ اگر تو قول استاد اعلام میکنی از شاگردان میگی بیادبی کردی. تو خو میگی که امام اعظم است، از او کده دیگه بالا نیست، چرا علی قول شاگردایش میگیری؟ نه،
اگر بگویی که قول شاگردایش به خاطر از این میگیرم که موافق حدیث است، من دیگه دعوا ندارم. من امیر براتان میگم که هر سخن موافق حدیث بود امور عمل میکن. هزار کس کی بود، اگر از امام ابو حنیفه بود، اگر از امام شافعی، اگر از امام ابو یوسف بود، اگر از احمد حنبل، اگر از امام اوزاعی بود، اگر از امام ثوری، هزار کس کی بود که موافق حدیث پیغمبر بود امیر میگیریم. دعوای ما خود دیگه چیز نیست. تو چی میگی در این مورد؟ از همون خاطر طلب باران هم به نماز شده، اکثر اوقات به دعاها شده. زمانی که پیغمبر وفات کرده، منطقه قحط سالی آمده، عمر رضی الله عنه پیش کی میره؟ بگه عباس رضی الله عنه. برش همینطور میگه که ما در زمان پیغمبر وقتی مبتلا به قحط سالی میشدیم، پیش پیغمبر می آمدیم، پیغمبر دعا میکرد باران میشد. آلی تو به پیغمبر خیلی نزدیک هستی، کاکای پیغمبر هستی، دعا بکن. بدبختا برای توسل به ذوات فاضله این حدیث دلیل میاره، میگه سیکو اونجا از عباس رضی الله عنه طلب شده. عباس رضی الله عنه آدم زنده است، طلب دعا شده. طلب دعا از آدم زنده وسیله شرعی است. من برای تو میگم مر از دعا فراموش نکن. تو آدم زنده استی، دعا میکنی. اگر توسل به ذوات جایز میبود، ذات پیغمبر خیلی بگه شرافت و منزلت و مرتبه داره، یا عباس رضی الله عنه ذات پیغمبر. عمر رضی الله عنه قرار در خانه خود میشست، دستای خود بالا میکرد، تو وارد دعای بدعی میکرد که یا الله بروی پیغمبر، یا الله به برکت پیغمبر، یا الله به مرتبه پیغمبر سر ما باران بکن. چرا بی کار نکرده؟ این خود در این حدیث دلیل بالای توسته. تو اصلا معنا و مفهوم حدیث را نمیفهمی. اگر مفهوم حدیث را بفهمی، تو درک میکنی که طلب باران چه قسم است. توسل به ذوات جایز است یا نیست. اگر جایز می بود عمر رضی الله پیش عباس رضی الله عنه نمیرفت، طلب باران نمیکرد. در شریعت سابقا قوم موسی علیه السلام پیش کی آمده؟ موسی علیه السلام آمده و خود دمو دشت است بالا نکرده. این تو نگفته که یا الله بروی موسی علیه السلام که پیغمبریت است، در بین ما موجود است، تو باران سر ما بیار، آب بر ما پیدا کن. کرده میتور دعا؟ نکرده. قوم آمده به موسی علیه السلام، موسی علیه السلام زنده است و موسی علیه السلام دعا کرده. ای مسلمان، آیات قرآن بری تو درس میده، حدیث پیغمبر درس میده، ولی بازم پای سر نمی آیات و حدیث میمانی و میگی مردم دعوت به شرک میدی. دعای یک دم دعاهای بدعی است. تو در یک دعای پیغمبر برای ما ثابت کو که پیغمبر گفته باشه که یا الله بروی ابراهیم خلیل الله، یا الله بروی موسی علیه السلام. همین قدر قرآن کریم پر از دعاست. دعای پیغمبرها است، دعای تابعدارای پیغمبر است. در یکی شما پیدا کنی که بروی به منزلت و به برکت باشه، پیدا کنید دمی دعاهای قرآن کریم. این قرآن برای تعلیم ما هست یا نیست؟ ما باید همه چیز از قرآن یاد بگیریم. در کدام دعا همین چیزها را پیدا میتونی؟ او مسلمان، چرا راه غلطه به مردم نشان میدی؟ مردم دعوت میدی به قبر پرستی. چرا؟ وسیله گرفت. ما خود در قبر نمیریم، از پیش مستقیم طلب نمیکنیم، وسیله میگیریم. خود تو وسیله گرفت، تو نفر دیگه جاهل است و از عین قبر طلب میکنه. به هزاران نفر از قبر طلب نمیکنه. راستتان بگه آلوچک ننداخته؟ در مابین آلوچک همونجا سنگک نخوانده، شور نمیده که ای قبر آمده مولاد بده، بچه بده. همینطور میگه. این از دست تو ملاسته. در روز قیامت به الله جواب میدی که ما میگیم بیای از الله سوال کنیم، او تو مردم دعوت میدی به قبر پرستی، نعوذ بالله که از قبر سوال کنیم، باز به الله جواب میدی. قابل یادآوری است در آن وقتی که طلب باران کرد موسی علیه السلام، خودش توان داره که باران بکنه، آب پیدا بکنه. لقومی، برای قومی خود. الله میفرماید فقلنا، ما گفتیم یضرب. معجزه به اختیار کیست؟ الله. کی صادر میکنه؟ موسی علیه السلام میتونست که آب برشان پیدا کنه تا کی توجه به الله نکرد و الله فرمان نداده باشد. فقلنا ضرب، ما گفتیم بزن بعصاک، به امرای همسای خود، عصای خود، الحجر، سنگ. مراد از عصا همون عصای است که در یک وقت اژدها میشه. الله تبارک و تعالی معجزه موسی علیه السلام گشتانده بود. در موقع ضرورت در بحر میزد و بحر پاره شد. با فرمان کی؟ الله. اونجا در میدان مینداخت، اژدها شد. به فرمان کی؟ به فرمان الله یا با فرمان الله؟ با فرمان الله. خود نه. یکی حجر کدام سنگ است؟ میگه همون سنگ است که موسی علیه السلام کالای خود سرش مانده بود، بازو فرار کرد. موسی علیه السلام از پشت سرش دوید، حتی قطع عصام زده بود. امو اثرات زدن عصای موسی علیه السلام هم دوست زنگ بوده. این حدیث در بخاری هم ذکر شده. این بالکل درست است. یک کسی یک روز اینجا آورده بود، خب اونجا چیستا مچم گریان و چی کرده بود که نفر دزدی کرد کالایش. این گپ غلط است. نه سری سنگ کالای خود مانده بود، غسل میکرد،
امو سنگ یک دفعه در حرکت شد و موسی علیه السلام از پشتش رفته بود. مفسرین به قول از کسایی که سیاحین است نوشته میکنه که این سنگ فعلا هم وجود داره. تفسیر ماجدی این را نوشته کرده که در یک مقام است، وادی لیجا نام داره که خیلی وسیع دشت و بیابان است، نزدیک رأس صفصفه، یعنی صفصفه یک نام کوست در سر از اوست، تقریبا 10 یا 15 فوت بلندی داره و یک طرفش همینطور مایل است. اونجا 12 سوراخ از پیشش معلوم میشه که چشمه برآمده بود. فانفجرت منه 12 عینا، برآمد زیاد. در دیگه آیات میگه فن بجسد، اول شروع شده بود کم کم، خب پسان خیلی زیاد آب برآمد، 12 چشمه. اینجا عجیب، از یک طرفی نشانه و دلیل بالای وحدانیت الله و قدرت الله است. یک سنگ خرد چطوری قدر آب گنجایش داشته باشه که همه روزه به مردم به مقدار ضرورتشان جاری میشه؟ از کجا میشه از مابین سنگ خوش؟ یا با کی پیدا میکنه؟ الله تبارک و تعالی به انسان میگه انسان در پیش روی تو 2 قسم چیزاست. یکی که همیشه در پیش روی صورت گرفته، او امور عادی برات معلوم میشه. یکی امور است که در پیش روی تو صورت نگرفته، او را تو امور غیر عادی میگی. خب پیش الله تبارک و تعالی کل امور چی است؟ عادی است، غیر عادی نیست. در پیش تو اگر در کو از کو چشمه روان شه، باز میگی اونجا برفا شده بود و آب در زمین رفته، از اونجا باز این آب برآمده. لیکن الله برات میگه که نه، این خود تو میگی. خب الله این قدرت داره که سنگ در میدان باشه، هیچ چیزم در زمین چسبیدم نباشه، اما آبا روان باشه. از یک طرف نشانه قدرت الله، از طرف دیگه معجزه کی؟ موسی علیه السلام. از طرف دیگه نعمت بزرگ بالای قوم باید بدانه، قوم باید عالی درک بکنه که الله در این دشت بیابانی خالی چه قسم آب برشان پیدا کرد. عالی قدم به قدم باید تابعداری کی را بکنه؟ موسی علیه السلام بکنه. اما قوم طور نیست. 12 چشمه روان شد. چرا 12 روان شد؟ 12 قوم بود. این را امور انتظامی میگه. قومیت یا چیست لحاظ قومداری در بسا امور ضروری است و باید شوه و در بسا امور باید ضروری نیست. در بسا امور کدام است؟ اگر ما یک چیزی آمده تقسیم میشه، باید به قوم حواله بکنیم. روزا معلوم شوه، ساعتا معلوم شوه، نه وقتی مردم ضایع شوه، نه کشمکش و جنجال شوه و نه ازدحام شوه که مردم تکلیف ببینه. از امو خاطر است این را امور انتظامی میگه. در امور انتظامی لحاظ قومیت بالکل مطلوب است. حتی در مسائل سنگر جهاد اگر هر قوم علیحده سنگر میدی، این بسیار رول مهم داره. چرا هر قوم میگه که از قوم دیگه که چی بکنه شما سبقت بجوید. در این طور جاها انتظام میاد، معلومات حاصل میشه، غیر حاضر و حاضر معلوم میشه، در اینجا ازدحام نمیاد، وقت جای نمیشه. در این طور جاها مسئله قومداری یا صنف بندی این کلش مطلوب است، اسلامی را رد نمیکنه. اما در مسئله که مقابله شروع میشه، یکی کار انجام میدی، حکم الله را انجام میدی، اگر قومیت باشه انجام میدی، اگر نباشه صدقه در وقتی میکنی که در تنظیمت باشه. اگر در تنظیم باشه صدقه میکنی، اگر در تنظیم نباشه باز صدقه در حالی که شده میتون از تنظیم تو کنه یا کسی دیگه خوب فعالیت دینه بکنه، خدمت دینه بکنه. اینی طور کارا باز مسئله تنظیم و قوم نعوذ بالله باز او چیست؟ بدگویی است. پیغمبر برش منتن نگفته، یعنی عصبیت قوم پرستی یک چیزی بدبوست. نعوذ بالله قطعی مردم تنظیم جنگی ما را تباه و برباد کرد یا نکرد؟ صرف به خاطر ازی که تو جمعیت هستی، تو اتحاد هستی، تو حرکت زدن مابین خود زدن یا نه؟ چی وجه داشتن که باید یکی دیگر را قتل بکنه؟ یک وجه شرعی را یک عالم پیش کنه که همینجا کشتن جایز است. اما بزرگترین وجه را که بیان میکنه میگه که این سری منطقی ما تعرض کرده. سری چی؟ سری منطقی تو تعرض کرده. چی رقم اینو لی تو دفاع میکنی؟ منطقی تا دفاع کو، اما قتل برای درست است. نگذار که داخل منطقه شود. بله اگر در خانه آمد باز تو مقابله بکن. اونجا خود تو صرف به این خاطر که میری برای کمک این منطقه ازواست، از دو خاطر اگر جمعیت سرش حمله میکنه ما میریم دفاع از او میکنیم. چرا دفاع از او میکنیم؟ چی گپ است؟ چی اردویتان میخوایی؟ کدام وجه است؟ نیست. اینی را مردم میگه نعوذ بالله یک دم بدگویی. اینه میره مردم میگه بیدینی. امروز کلی گپای ما سری تعصب عصبیت روان است. مقصد که در کدام تنظیم هستی مصرف میکنی، خرج میکنی. خدا تنظیم دیگه که مردم از گشنگی هم میموره، یک قطره آب هم دهنش نمیچقانی. این
انفاق فی سبیل الله نیست، این جهاد فی سبیل الله نیست، این کار برای فی سبیل الله نیست. فی سبیل الله هر کس که محتاج است، ضرورت داره، تو باید قطعش کمک بکنی. این گپ نیست. در اینجا انتظام به خاطر ازی بود که وقت ضایع نشود. چشمه معلوم بود، ارقام در چشمه خود برابر استاد میشد، قطار مزاحمت ها نبود. حالی هم بود است، در یک بمبه اگر در 3-4 کوچه یک بمبه موجود باشه چقدر خوب میشه. همین مردم بین خود جمع شود که اینی کوچه 2 ساعت بری کوچه، این 2 ساعت بری کوچه، ساعت ها معلوم باشه، مو یک کوچه مردم بیا. اگر ساعت معلوم نباشه 1004 کوچه مردم آمده، او بشکه از او را تیلا میکنه، او بشکه از او را. نفاق، جنجال، جنگ همه گپا میشن. نه، تقسیمات شد. حالی که دولت یک چیزی را تقسیم میکنه، مثلا به طوری یک مثال براتون میگم، چیستا برای حج، حالا چقدر خوب موضوع بود، کلگی داخله بگیره، باز قرعه کشی شود، هیچ کس در این مورد چی نداره، گله نداره، بس تمام ناما گردوت میشه. بعد از یک نام برآمد نبرآمد الله مو را نمیگیره. اگر وفاتم بکنه عذر برش پیدا شده که پیشکش نبرآمده، الله نمیگیرش. اما در این وطن ما تا چه اندازه را بدبختی هاست که هر کس اول داخله کرد. اول داخله شما باور به الله بکنی، 1 بجه شو مردم در ریاستای حج شو بسترها را برده بود، در اونجا رفته بودن، جنگا شد، قتلا شد. چرا شود؟ چرا شود؟ ما ببینیم این نظام و دولتی ماست. چه قسم میشه این حالت ها؟ چرا مردم در حشر انداخته، مردم در تکلیف انداخته، در نوبت تیاره است، کلگی را طلب میکنی؟ نه، تقسیم کو. پیش پر تو از حجاج هر ولایت که اول آمد اول، دوم آمد دوم، لیست بچسبان، مردم در وقت و آدمیه، نه پیسیشون زیاد مصرف میشه. حالی خب کل تلفن هستن، ولی کجاست این کار؟ به سطح دولت همین انتظام گرفته نمیشه. لیکن قرآن برای ما درس میده، حتی در یک دشت که آب میبره، الله تبارک و تعالی از یک سنگ 12 چشمه را میکشد، به خاطر که ازدحام نشود، وقت ضایع نشود. هر کس قد علم كل اناس مشربهم، هر کس هم جای آبخورش خود شناخته باشه، دمو متوجه است، هیچ نزاع و جنجال نمیشه. کلوا واشربوا من رزق الله، الله تبارک و تعالی میگه ما فرمان دادیم بخوری و بنوشی از رزق الله تبارک و تعالی. در این مورد سر شما کدام پابندی نیست، چرا که الله برای شما پیدا کرده. بله، خوراکا و نوشیدنی ها کلش برای ما پیدا شده، آن چیزی که حلال است الله پابندی سر ما نمیکنه. لیکن امی خوردن و نوشیدن سرچشمه برای فساد نشود. چرا؟ همیشه انسان که طرفو نعمت تراشی بکنه، هر چیز بخوره، باز نعوذ بالله در دلش چی میشه؟ میگه شرابم بزنم. باز پسان میگن نه نعوذ بالله زنام باید موجود باشه. در کدام مملکتی که طرفو و عیش پرستی است، در اونجا زنا زیاد است. این را یاد داشته باشه. قرآن کریم میگه از خوردن نوشیدن شما را منع نمیکنم، خوردن نوشیدنی که سرچشمه برای فساد نشود، برای فساد نشود. چرا؟ امی خوردن نوشیدن سرچشمه برای فساد میشه. بخوری بنوشی خوب به اندازه، آن چیزی که مورد ضرورت شماست، اضافه ستانی نکنی. نعوذ بالله نفس آدم تقاضا میکنه خیلی زیاده، پخته میکنی 20 قسم طعام. الله رحم بکنه. حالی جامعه ما قریب که دینمی سرحد برسه، میمان میکنه کسی را بجای از یک شروع تل پخته کنه، ساده بی تکلف، نه خانه به تکلیف، نه تو به تکلیف، نه پیسید زیاد مصرف شده، خب لذت هم داره، او اضافه ستانی هم نمیشه. امروزی گپا رفته، یک قدم بیشتر شده. برای فلانی خان تیاری میگیره 30 قسم طعام، او که در یک دست پرتده 2 دسته مکمل باقی میمونه. باز یک قدر متکبر میباشه که طعام باز دوباره دست نمیزنه، میگه این دست خورده شده، او را در اشغالدانی میندازه. او روزام براتون گفتم که سبب مریضی مردم هم شده، ولی نمیفهمی که در مقابلم در پالوی میکیسته. قرآن اینمی تاکیدات در هر خوردن و نوشیدن میکنه، چرا که سبب بدبختی اینمی خوردن و نوشیدن است. هر کس که در بستر ناز نعوذ بالله کلان شود، او باز دیگه هر چیز طلب داره، او باز نه آمادگی به این داره که صبح وقت در نماز بخیزه، در جماعت بره، و نه آمادگی برای سنگر جهاد داره. نه نمیتونه. اسلام از همون خاطر یک تمرین است، روزه تمرین است. ما را آدم آماده میسازه که احکام الله را چه قسم سری خود تطبیق کرده میتونیم. در کل سال تمرین است بالای ما تمرین میکنیم انفس خدا، چطور خواهشات خدا کنترل میکنیم. ولا تعثوا فی الارض، نگردید در روی زمین مفسدین فساد پیشه.
چه مانا؟ خوردن و نوشیدن تان زیاد میکنه، بازوی را پورا کردن نمیتانه. چندین وقت شان خدا مخته کرده به چند قسم طعام، عالی معاش دلاری از پیشت قطع شده، دفتر و دیوان برچیده شد، خارجی ها برآمده، چی باید بکنی که باز هم قسم طعام پیدا بکنی؟ عالی را بگی قمار بزن، سود بخو، نعوذ بالله رشوت بگی، یک راه را برای خود جور کو. حتما تو بدون گناه یک قدر معاش و یک قدر پول گرفته نمیتونی. دنیای غرب امروز همین قسم دسیسه را برای ما و شما جور کرده. ما را خب این چیسته ناسپرور تربیت میکنه و شما را خب معاش دبل میده که وقتی خودشان برای باز جناب کدام طرف میری؟ در معلمی برو، چند تنخواه داری، چند معاش داری؟ نانبایار هم برای ما مفتکی چی کردن؟ پیسه دادن که ما این قدر تنبل شویم که صبحکی در 10 بجه روان شویم طرف نانبایی، نان از نانبایی همو تر مفت بگیریم. روزی فرا برسه که نانبایی هم خواست، شاگردان خواست تا 10 بجه. آری 10 بجه برو پشتی نان وجود نداره، وظیفه و طرف نوخ شود، کم کارا نمیکنه. استعمار الله اکبر سر ما اقدر دسایس شروع کرده که الله رحم بکنه. نه همت بکار است، تنبلی بکار نیست. مومن در حرکت میباشه، مومن همیشه در حرکت است. الله اکبر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحاب خود چی تعلیم میده؟ قمچینید که از بالا دست طور بودی به 70 و نفرم زیر موجود بود، از او طلب نکنی که قمچینی مرا بده، تو پایین شو قمچینی تبید. الله اکبر. پیغمبر به امت خود چه تعلیم میده؟ نفر زیر وجود داره، تو در سر اسب هستی، قمچینیت میفته، میگه نه به او نگو که قمچینی مرا بده، تو تاشو قمچینی تبید. سرا که تنبلا مختلش، تنبلا مختمشی. اسلام اینطور برای ما درس میده. ولی امروز در کدام سر حد رسیدیم؟ ها؟ میگه بگی از دست مرا بالا کن که من بشینم در پس شوی. اما تو رست یا نیست؟ ها؟ سیاسر 1 ساعت پیش برای طعام آمده کرده، بخیز 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 بخیز، او طرف کرده رایستی. نمیگی که بیا سیاسر خونجا طعام برابر میکنه، آبی سرده، چای بعد ما برابر کنم. چرا که یک سیاسر بیچاره کلی عمر هیچ خواب نکرده. کدام میتونه می احساس داره؟ پیغمبر علیه السلام می احساس داشت. امرای ازواج مطهرات در کارا مکمل صحیح بود، برابر میکرد. اینی را میگه زندگی خانوادگی. باز همینطور زندگی را تو اختیار کن. باز تو بی که نفاق در بین زن و شوهر میاد، جدایی در بین زن و شوهر میاد که هر کدام یکی از دیگه خود قربان کنه، هر کس پیش بده که خدمت ما بکنه. اونو به زندگی میگه، نه که او 3 ساعت شده باز دیگه ملاق مرا هنوزم قار بکن، دیگه مرا خرز نگی، تیر زمین پس شوی. سبا باز ناز زده رایستی، والا بسیار تشنه شدم، والا ترک دختری پدر نالد ایره ترانه کردی. نکو، تو مسلمان هستی، احساس پیدا کن، از تعلیمات پیغمبر خود آگاهی پیدا کن، زندگی تا واقعا زندگی درست جور بکن. قرآن نمی تعلیم برای ما میده، ولیکن استعمار میخواه ما را دیگه قسم تربیه کنه. و اذ قلتم یا موسی، قابل یادآوری است در آن وقتی که گفتید شما بنی اسرائیل به موسی علیه السلام که یا موسی، ای موسی علیه السلام، لن نصبر، ما هرگز اکتفا نمیکنیم. اینجا صبر به معنای اکتفاست. علی طعام واحد، به یک نوع طعام خود زیاد بود، من سلوا خود داد، نه هم یک نواخت طعام ما اکتفا نمیکنیم. خیر چی؟ دلایشان حال تلخیر طلب داره. فدع لنا ربک، طلب کو بر ما از پروردگار خود. میفهمه که دعای موسی علیه السلام قبول شدنی است. موسی علیه السلام زنده است، آمده برش میگه از الله خود طلب بکن. بر اسرائیل می قدر میفهمه که دهنده کیست؟ یخرج لنا، که بکشه بر ما من از آن چیزایی که تنبت الارض، که میرویان از زمین، من بقلها، از ترکاری و سبزیجات، و قطاها، بادرنگ و تره، و فومها از سیر، و عدسها از نسک و دال، و بصلها از پیاز و مولی سرخکی بلا. قال موسی علیه السلام به قوم خود میگه اتستبدلون الذی، آیا شما در بدل میگیری او چیزی را هو ادنا که خیلی مرتبه پایین داره، بالذی، در مقابل او طور خوراکی که هو خیر، او سراسر خیر است، هیچ نوع شر درش دیده نمیشه. عجیب است تبدیل کردنی این طعامی که یک دم خیر است در شر، این خودش گناه است، این خودش گناه است. باز ای هوس بازی خودش گناه است. طلب طعام بد نیست. ما و شما وقتی که شوروا را پخته میکنه سلاطه میگه بکن، الا مرچ بیار، الا اینی چیزا بکن، این چیزی خوب است. الله در وجود ما همین تقاضاها را گذاشته، همین قوتها را الله در وجود ما گذاشته. پس این قوتها
در وجود ما وجود داره و اینمی خواهشاتش است. الله چرا این را بد میگه؟ نه، الله این را بد نمیگه. الله این را بد میگه که وقتی حواس بازی شروع شود، وقتی دنبال یک چیزا بگردیم برای پورا کردن از یا وقتی ما چی میشه؟ ضایع. جهاد چی میشه؟ ترک. فقط دیگه تمام عمر پشت چی؟ بگوی پشت خوش ساختن طعام بگردیم که طعام خوبی شود و لذت بده، بس در این مصروف مبتلا میشی. مثل در رمضان همیطوره. در رمضان چی میکنه؟ نه در رمضان بجای از اینکه ما بریم نماز شام با جماعت در مسجد بخوانیم و اونجا در مسجد الله نشسته باشیم انتظار داشته باشیم که شام میشه و مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم واری توسط چند دانه خرما روزی خود افطار بکنیم. روز که میشه از صبح که شروع میکنی که او را یکی در بازار تیر میشی که خوشید میاد شفتالو که او را میگیری که باز ام که باز تربوز که باز خربوزه که باز چکنی و که باز پکوری جمع کده در گردید شام بگه 20 قسم خرا همونطور 4 تخته نشسته هستی میزنی آرخ میکشی باز میخیزی زود دیگه نول زده نماز میخونی. این روزه چی فایده برات کرد؟